all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند، گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند. حرمتی پیران نمایو از جوانی بس مناز، زیرا پیران ایام جوانی را دیدند. السلام علیکم بیننده عزیزی من، السلام علیکم تماشابینان انا همین شبکه، انا همین برنامه خردک که من که پیشکش شما میکنیم. من امروز آمدیم ما برای تبریک کردن که من شما مرا میبینید در قفای این نوارها کادر آرت، البته ویدیوهای من هستند، عبدالله جان، اکتم جان. این نفرها را بابا جانشان بعد از زیارت خانه خدا شب آمده فرآمدند به وطن عزیزمان. امروز باشد برای تبریک نیزام بابا آمدیم. امروز از نام فرزندان، از نام جگربندان، نبیره ها بابا جان عزیز را تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی را مانند هر روزه پیشکش شما میکنیم. با ما شده همراهی ما مهمان این خانواده میشویم. رفتیم. السلام علیکم. السلام علیکم. پدر جان عزیز، بابا جان چندین نبیره ها، نیزام بابا از زیارت خانه خدا، از زیارت کعبه الله خوش آمدید. شما را با این عنوانی که خداوند کریم نصیب گرداند با حاجی بابا گشتن صمیمانه از نام فرزندان تبریک میگویم. شخصا از نام فرزندان نبیره ها، از نام گلرخسارایتی، رستم اکا، ماهی نورایتی، از نام عبدالله جان، اکتم جان که شاگردان عزیزی ما هستند. امروز گفتم که بابا جان ما کتاب پند و اندرس‌های ما در زندگی، در حیات، راهنمای خاندان ما. فرزندان گفتن که از خوردی یگانه قهرمانی حیات ما، بعد از خدا باوری به کردگی انسانی ما و نه با امر خداوند با تقدیر زیبا از زیارت کعبه الله برگشتند. شکر خدا را میکنیم، شکر خداوند کریم را میکنیم که هستند. البته دعاگوی ما هستند. ما از هیچ کس کم نیستیم که در سر پدر داریم، در سر مادری مهربان داریم. البته دلارام خاله همجا هستم. السلام علیکم. امروز برای هر دوی آنها، برای ما، برای بودنشان فقط شکرانه ها میگوییم. البته از نام ما تبریک کنید پدر ما را، بابا جان عزیز را رسانید که بابا جان عزیز ما، من فرزندان گفتند که پدری مهربان ما در خوردی
برای ما هر شرایطی را مهیا میکردن، از هیچ کس کم نبودیم، از همه زیاد ما را به وای رساندن. این لحظه باشد اگر الان جای ما علی شد، این لحظه الان خیلی فقط ما خدمت آنها کرده کردیم و تاج سر کرده کردیم. فقط میپرسیم که از خداوند کریم ساخت سلامت گردن قبول هم خیزیم اگر در سر ما پدر مادر را باشد اگر دعاگوی ما باشد اگر ما خرسند هستیم. برای پدرم رسانید که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هم مشکلات ساز است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بی‌غم. پدر رهبان انسان است، چو شمع تا روز فروزان است. دلافروزی ترنم ها پدر جان است، پدر جان است. در حقیقت نظام بابا امروز شما یک انسانی خوشبخت‌تری که خانه خدا را زیارت کرده آمده. انمی خاندان نورش، انمی خاندان آفتاب و درخشان میکردگی گرمی فرزندان است. هیچ وقت از صفی دوستان کم نشوید. مولودتان مبارک، امروز روزتان مبارک. هم خیر روزهای خرسندی و صحت سلامت شده در سر فرزندان دعاگو شده گردید بخت و تخت دولت است. البته برای مادر مهربان نیز دلارامانه برای شما نیست حاجیانه گشته نصیب کنند. الان خیلی روزهای فرصتی بینید. توشه کلید ها در اطراف شما پروانه شوند. نبیره کلید ها بیارید. البته من در اینجا نبیره های کلان علاقه تیار هستند. عبدالله جان، دکتر جان، خدا کنند که الان کلید های توشه بیان و بابا جانشان دعا گویند و در اطرافتان الان کلید پاشه ها پروانه شده شما را تبریک کردن نصیب کنند. امروز روزتان مبارک باشد. واسه ما فرزندان همینجا باشند. اگر تکلیف میکنیم مرحمت بزرگسالایتی رستمکان ماهین‌رایتی نزدیکتر ستان یعنی برای امروز پدر مادر نیت‌های نقض و نیکتان را میشنویم. امروز روزی خرسندی است. مرحمت. السلام علیکم. میمانکم شما بیتون هم بیتون. الهی بانی هم وقت من که روزکای نیکی مهم با همراه هم شریفتان الهی مکر. من بابایم صبح رفتن سلامت آمدن، حاجی باشده آمدن. الهی بو از این کلونش به خدا لایق بیند الهی مکر. ابشتر فرزنده کاشم نیاری کاشم خدا الهی مکر. حجی کلونش میان لایق بیند الهی مکر. حق قطعی دیوار الهی مکر. هم بابا همین روزهای نصیب گرداند الهی مکر. خوش آمدید تا همه کتان رحمت. السلام علیکم. Otenglik yemem ama salamat kardan sarimum ba. Apıştı mı fakat rahmet o da bir nakşımda kardan. Rahmat. Rahmat. امروز روزی خرسندی بود است. نظام بابا چخلی که من فرزندها را دو دختر یک پسر شاکسل را با یک مهنتی حلالتان با ما رسانده. خداوند کریم من شما این خیلی یک مرتبه زیاد را نصیب کردم. فرزندهایم یک مهنشان از چشمشان معلوم. اشک خرسندی حلقه می‌بندد. بگذار همیشه همراهی انمی خونجان عزیز عمری دراز بدید. صحت سلامت ساق سلامت گردید. حاضر از چشمانشان خواندم که دلارامانه خونجان عزیز گفتند که اگر یابم جوانی این دوباره تو را تنها تو را می‌خواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد. و کس هم تو گفتن خونجان بگذار گفتند که اگر دوم بار همین دنیا با بیایم انمی امجانات را انتخاب می‌کنم برای فرزندهای اصیل و صالح. این خیلی خاندانتان با روزهای خرسندی همیشه باشد. حاضر اکتر نظام بابا برای فرزندان برای نبیره ها دعا گوید که مانند شما مانند خارجان عزیز الان که اولیه خوشبخت‌ترین را برپا کنند. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. الهی آمین. همین درگاه خیر و برکت عطا گردان. همینجا اون درگاه همه کارشون منم خیلی رضا و لایق بینم.
اللهم اغفر لي ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي رحمتك الله. رحمت حاضر دکتر جان تیار هستن که بابا جانشون رو تبریک کنن. خدا خواهد کنسه های جمع کردن گیرن عبدالله که توی بابا کلیدای نه از طریق آنا جان هم باره کلید لحظ یابن فقط خدمتی هنوینه کنم گفته اینا تیار خدا خواهد مدرسه در آن باید کس در آمدگی رشوه توی سر بکنیم خدا خواهد. السلام علیکم. اولا خالی نیزام خوش آمدید. بابا شما تبریک میگم حاج باشید. همین روز موقع نصیب کنید. تو مولا آنه بیه سلمون سال سلامت کردن. نه رحمت. رحمت. حاضر همه ویدیوی مولا میبینن و پشتی کادر با کی باشد ببینن. پشتی کادر با عبدالله جان تیار هستن. من ما قریب 2 ماه 3 ماه شاگرد عزیزی ما خیلی یک بچه خاکسار رحمت برای پدر مادرشان که چنان بچه خاکسار رو تربیت کردن انسانی نسل داخل آینده مردمانشون اینم زیاد شد بهت کنی عبدالله جان چرا زیاد که دیگه این سر بکنم اولا السلام علیکم. بابا جان شما تبریک میکنم و این زیاده مرتبه ارزش میدید. ما همه بودگی ما کپشت شما. همین بابا کریر میرفتن هر هفته شما آجان چیز نگیرن موقع چیز میآوردن ده مثلا کراسوفکا میام اون چیز بیشتر میآوردن خوشحال نمیآوردن. رحمت بابا جان شما تبریک میگم. رحمت نکن نوبت شما داخل کاره همین امیر که میروید رو بکن آخر تصاف کجای نه زکر میبرید و جواب کرده بگم در بابا جانی هستن الان خیلی مسئله فرصتی همیشه باش اگر مهمانانی عزیز فنهای نوز نکات و مشاهدگر میشنویم کنی تبریک بکنه و مشاهدگر که تبریک بکنن. مرحبا. اولا السلام علیکم مهمانان میزبانان گرامی. من با تو امروز روز خرسندشان حجشان قبول شده آمد. الله مهربان همین سری بچه کاشان سری نیوره سری همه کاشان با الهی سلامت کرده پادشاه. الهی باید بکنی پرشپیر شده از این هم زیاده 8 برابر الهی همین جا کی آمین گفتشتگاه همه الهی مراد و مقصدش برسد همه ما رفتن با آلمان تقدیر و نصیب کند الهی از 120 میزنه دو سری همه کن ساخ سلامت کرده الهی به هر دو عالم خدا یارتان باد لطف و توفیق بر کنارتان باد آینه گردد سبحی دلتان خدا رساند و مقصودی دلتان آمین به رحمت بیان همش را همین آمین تبریک میکنم. مرحبا بیت کنی شما ما این طرف بیت مرحبا. مهمانای عزیز خیش اقربا امروز من دادرسم خانشان به این روز خرسندی امروز حج همارشان اجرا کرده اومدن زیارتتان قبول شود حجتان قبول شود کردگی عبادتتان الهی قبول درگاه شود الهی کم همین خاندان با فقط هم خیلی رضایی نقش شود همین اوسنان کتی قشه پیر شده پیر به دولت پیر به عزت شوید خاندان همه بچه ها خانه پیش که این خانه شما دواگوش بگردیم الهی من همین رستم جانم که این کتی قشه قری کنن اونی اوزی کنن من صبر کردن 3 تا فرزند اهل صالح الهی کلینمو برکه یابد الهی که رستم جان کتی قشه پیر شوند پیر به دولت پیر به عزت شوند این تو کلین کربرداری شکرانه میکرده که کلینمو به رحمت من این گلی کتی الهی قشه پیر شوند دو متاکتی بچه هاشون حضورش بینن همینجا شتگو هم موتا چی نیت یا چی تلخشگی باشیدون الله رساند الهی کرده
همین مهونم نیت کردگی هم موتون همین حجوب رفتم و همین حجوب عملش جلو کده اومدم و خدا رسونه ایلوی پرش پیر شوید پیر بدولت شوید نیوره کلی نیوره تو موتوی بینید نیوره ایوره چیوره باید دیده تنتونه صحت کنه پیش که خونی بچه تو که دوگو شده گردید دولتی پیریتیه شما باید رحمت شما دیتون رحمت هم خیلی روزای نصفا تبریک کردن اومدیتون ما جدا فرسان شدیم گفت ملو خیر رحمت فرماتون با شما دیتون نوری دیده توجسن رحمت شما سلامت باشد مهمانان عزیز امروز روز خورسندی است نظام بابا من ارزم که خورسندی کنیم ای خیلی وطنی صاحب استقلال و زندگی میکنیم شکرانه میکنیم که آسمان ما صاف و مصفا هر درها گشاده است برای ما من ارزم که هر روز خورسندی کنیم البته حاضر ما همراه خود سرودها آوردیم سرودهای شوق اگر اجازتتون اگر همراهی مادران رقصیده خورسندی کنیم امروز جشن را با درجه اعلی گذرانیم مرحمت سرودهای شوق برای همه شما
بیننده‌های عزیز، این بودن یک لحظه پر از خرسندی، یک لحظه تبریکاتی که بعد از خانه خدا آمدن پدر عزیزی خاندان شاه ستون، البته بگذار هر یک پدر مادر مانند امروز و چنین کعبت الله رفته زیارت کرده آمدن نصیب کند و ما آمده در آن روز خرسند کرده آنها را تبریک گوییم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشد با شبکه شهناد. امروز ما در خانواده نیزام بابا بودیم. رحمت میگوییم برای مهمانداری. سلامت باشید. خوش